از شما دارم. یکی افغانستان خانه مشترک ماست و ما فامیلی مشترک هستیم. نگذارید که این خانه برباد شود و بعد از دیگر آقای ویران ما بیشتر نکردد. دو، به کسی اجازه ندهید که وحابیت را در برابر اسلامی حقیقی و سوچه ما در اینجا رواج کرد. سه، دیگر به نام این و آن اجازه ندهید که مسلمان‌ها و افغان‌ها بین دیگر خود بکشند. و چهار، غیرت و نام و شرف و حیثیت و آبرو و عزت و حیا و دامن بی‌های وطنتان به این صورت ما در برابر ارواح بدران و نیاکان خود محکوم نخواهد باشیم. در غیر صورت قضاوت بسیار تلخ و سرسخت تاریخ در قبال ما و در برابر ما صورت می‌پذیرد. یک بار دیگر از صمیم قلب تشریف آوریدتان خیلی مقدم میگم. ما مطمئن باشیم تا جایی که در وسع ما و امکان است و منظور خداوند است ما در استقامت و یا استقامت ها در شما تذکر دارم. نامهای متین، استوار، اسلامی، افغانی، ایمانی و وجدانی خویشتن تا سرحد نشتن از جان برمی‌داریم. وقت، ایثار و فداکاری را باز کردیم. مگر اجازه نخواهد دادیم که شمله‌های پر عزت و پرلنگ و با عظمت و شکوه و جمال بدران و نیاکان ما و شما مستعدان ما بر روی زمین بیفتد. خود تقال بدهید در پشت یک مطلس میباید وای لنگی که در سر ولویگی و ولو تکیاسی روی دلی نده. لنگی از سر ما خطا خورده، سر شانه های ما نگاهش کنیم و پس سر شانه ورداریم و ساکتر بگذاریم که شمله هایتان و عزت هایتان و ننگ هایتان و افتخارات تاریخیتان نه تنها در افغانستان بلکه در جهان در این انداز شود با آوازه و انگازه زو هر کس به حرمت در برابر ازی ملت غیور و سربلند و آزاده افغانستان واقع دارد. این از فرض ما، این از دین ما، این از سنت واجب ما. من برای شما از بارگاه خداوند آرزوی موفقیت، سربلندی و سرخویی در راه انجام چنین وظایف اسلامی افغانی و وطنی خواستار هستم. من الله توفیق. نوالی یازدگانه شهر کابل و ابراز آمادگی تمام هموطنان همشهری‌ها به خاطر دفاع از امنیت و سازده کشور گواهی روشن است از پشتیبانی و حمایت همه وطنداران ما از قوای مسلح دلیر کشور و طرح‌های صلح‌آمیز دولت جمهوری افغانستان. مردم وطن ما از جنگ خسته و بیزار هستند. غیر راکت‌های سکر و کلکسر امریکایی توسط افراطیون، خانواده‌های افغان داغدار، کودکان، مادران و اهالی ملکی شهر کابل با فریادهای خشم‌آلود علیه راکت، علیه جنگ و جنگ افروزا اعتراضی‌هایشان را به دفاتر ملل متحد در کابل تحصیل کردند تا مگر به ندای اونا پرسش گفته شده و فیر راکت‌ها از طرف مخالفین افراطی تلفظ داده شد. طی 2 سال سپری شده در عرصه بین‌المللی نیز افق‌های نوین بر روی کشور گشوده شد. کشور از حالت انزوا بیرون آمد و این امکان فراهم شد تا جمهوری افغانستان با تعداد زیادتری از کشورهای مختلف جهان مناسبات خود بر اساس منافع متقابل، رشد و تحکیم بیشتر ببخشد. اشتراک محترم نجیب الله رئیس جمهور افغانستان در 43مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک
در نومین اجلاس سران دول و حکومات کشورهای غیر منسلک در بلگراد و در دومین کنفرانس بین المللی کشورهای کمترین انکشاف یافته جهان در پاریس و مذاکرات و ملاقات‌های رئیس جمهور افغانستان با رهبران و نماینده‌های کشورهای مختلف جهان، جمهوری افغانستان در مرکز توجه تمام جهانیان قرار داد. شرکت هیئت عالی‌رتبه افغانی در این مجالس بزرگ بین المللی نه تنها سبب ارتقای پرستیژ بین المللی کشور ما شد، بلکه زمینه ای هم به هم مساعد ساختا مردمان جهان بیشتر از پیش با واقعیت‌های جامعه افغانی آشنایی بیشتر حاصل کرد. رهبر افغانستان طی مجالس بین المللی موقف صلحجویانه دولت جمهوری افغانستان توجیه کرد و رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف جهان با مکانیزم پیشنهادی صلح و طرحهای صلحانه دولت جمهوری افغانستان بیشتر از پیش آشنا ساختند. متن قطعنامه نهمین اجلاس سران کشورهای غیر منسلک در بلگراد و قطعنامه‌های 44مین و 45مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد صریح از سرگذاشتن مجامع معتبر بین المللی به طرحها، ابتکارات و پیشنهادات صلحجویانه دولت جمهوری افغانستان است. جهانیان به این امر واقف هستند که دولت جمهوری افغانستان تاکنون بیش از 30 طرح و پیشنهاد صلح به جانب اپوزیسیون به خاطر حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان ارائه داشته و دولت با قبول انعطاف‌ها و گذشت‌های اصولی ختم سریع جنگ فقط در صورت قرار گرفتن در پشت میز مذاکره و تفاهم بین الافغانی میدانه، نه با ادامه رویارویی نظامی که نتیجه به جز قتل و ویرانی چیز دیگه به بار نخواهد آورد. سفر اخیر محترم نجیب الله رئیس جمهور افغانستان به ژنو و کوشش‌های پیگیر زعامت کشور در رابطه با تحکیم و تعمیق پروسه دیالوگ بین نیروهای درگیر و پیدا کردن راه حل سیاسی قابل قبول برای تمام افغان‌ها گام نهایت بزرگ و پراهمیت در راه ایجاد تحکیم تفاهم بین الافغانی و حل سیاسی مسئله افغانستان به حساب می‌آید. تمام جهانیان و مردم صلح‌های سراسر کره زمین و تمام افغان‌های وطن دوست با خوشبینی به آینده نگاه می‌کنند. حالا قسمی که می‌بینیم مشی مصالحه ملی به مرجع آرزوها و آمال تمام مردم ما مبدل شده. 2 سال دفاع مستقلانه از آزادی و تمامیت ارضی کشور ثبوت روشن از توانایی زندگی مستقلانه دولت جمهوری افغانستان است. امروز همه افغان‌های وطن دوست چه در داخل و چه در خارج کشور به این باور مشترک دست یافتند که مذاکره، مصالحه و تفاهم بین الافغانی یگانه راه نجات از جنگ و مصائب دردناک ناشی از جنگ فرساینده است. خوشبختانه واقعیت‌ها و رخدادهای اخیر دورنمای حل سیاسی مسئله افغانستان روشن‌تر نشان می‌دهد. طوری که ملاحظه میشه بسیاری موانع داخلی و خارجی از میان برداشته شده و اکنون گرایش روزافزون به سوی دیالوگ و مذاکره در داخل کشور و تغییر قابل ملاحظه افکار عامه بین المللی و کشورهای مختلف جهان نسبت به مسئله افغانستان این امکان به وجود آورده که به خاطر دستیابی سریع و صلح و ثبات در سرزمین ما بیشتر